سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعاً آمادگی‌های لازم رو برای رسیدن به 190,000 سو در چارچوب برجام فعلا در چارچوب برجام مقدمات رو و آمادگی‌ها رو سریعاً فراهم بکنه. از برخی حرفهای بعضی از دولت‌های اروپایی اینجور برمیاد که اینها توقع دارن ملت ایران هم تحریم‌ها رو تحمل کنه، با تحریم‌ها دست و پنجه نرم کنه و هم از فعالیت هسته‌ای خود که نیاز قطعی آینده کشور است دست بکشه و همین محدودیت‌هایی رو که بر او تحمیل کرده اند این محدودیت‌ها رو ادامه بده. من به این دولت‌ها میگم بدانند که این خواب آشفته تعبیر نخواهد شد.